من چرا با تو باور کنم ها؟ من از کجا میدونم که تو حاضر دروغ میگویی یا نه؟ فهمیده نمیتونی، اما باید حقیقت را بگویم. باور کردن یا نکردن این کار خودت. ساختنی این انگشتری را 1000 شاداغلو خواهش کرده بود. باور میکنی یا نه؟ اما چنین است. تو کیستی؟ خودت کیستی که در پیش من ایستاده به خانواده‌ام تهمت میزنی؟ کیستی تو؟ باز این که مرا زنی به تو تماما ناشناس رو گناهگار میکنی. بیبی جان، تو این آدمی رو که در پیشت ایستاده است میدانی و این طور خاموشانه گوشه میکنی ها؟ شما چی رو میدونید؟ میدونید که چی روی داده ایستاده است؟ خانم عزیز اصلا بود کفایه. شما چقدر میتوانید که با چنین آسانی دروغ بگویید؟ نمیدونم که در اینجا چی روی داده ایستاده است، مگر این آدم رو نمیشناسید؟ این آدم پسری همان استا گابریل است که انگشترین را ساخته بود. استا گابریلی که شما زیر میل سلاح مجبور کرده بودید که دروغ گوید. شک شده ماندید، حیران شده، اما من حیران نشدم. میدونید برای چی؟ چون که شما با فرجامتان نزدیک میشوید، چون که با هر قدمتان با انجامتان نزدیک میشوید خانم عزیزه. حاضر نی خالای شکران، حاضر نی. چون که گذشته ای که شما تغییر داده بودید فاش شده ایستاده است و شما تنها این کار کرده میتوانید و خلاص. ریحان بس است. میران بس کن دیگر، باید باور نکن. در یاد نداری که آن روز این آدم رو چه بس کرده بود؟ در یاد دارم اما تو ریحان رو گوش کردی و در مورد انگشترین میپرسی وقتی که مادرت میمیرد ها؟ پنهانی از پسش افتیدی ها؟ شرم نکن میرا، شرم نکن. چون از کردن این کار شرم نکردی، تو از شنیدن دروغ او هم شرم نکن. دروغ نمیگویم بانو عزیزه. پدرم در عمرش احتمال 1 مرتبه مجبور شده بود که دروغ گوید. از باعث عذاب وجدان از دنیا رفت. من به اینجا آمدم تا آن دروغی را اصلاح کنم که مجبورن گفته شده بود، چون که پدرم به من سپارش داده بود. شما دهان آدمان را پوشید بانو عزیزه. بس است. دیده می شود که هزارین دفعه دروغگوی خوب پیدا کرده است، اما من تاب و طاقت شنیدن این دروغ ها را ندارم. بیبی جان، این انگشترین را کی فرموده بود؟ برایت بار دیگر بگذار شرم‌آور باشد. میران نکن دیگر، باور نکن. نگذار که او به تو تاثیر رساند میران. پسرم، با تو آنی را انتخاب کردم مانده است که باور کنی من تنها خواهش پدرم را اجرا کردم. تنها فراموش نکن یگان انسانی که در دم حیات و مرگ قرار دارد دروغ نخواهد گفت. میران آرام شو عزیزه، آرام شو. تمامی نفرتی که در تو این همه سال جمع شده از دفاع بود، محافظه بود، این تو را باز هم قوی تر کرد. هیچگاه بترس تسلیم نشو. تو خودی حاضر به بالای من پای گذاشتی، بار دیگر به بالایم پای گذاشتی. تو از باعث یک خطای باوری زنی رو از دست دادی که اینقدر سال تو را تربیه کرده است. مثل که این کفایه نیست که تو باور کردی که سوختار رو من تشکیل کرده بودم. به همه گپ‌های ریحان باور کردی. هم مسئله سوختار و هم حنیفه رو ما بعداً بحث می‌کنیم. اما حاضر گپی ما آید به فیلیپوس است. حاضر به من بگوی، به من بگوی بیبی جان، او چی ها میگوید؟ با اون موضوع برگرد که تو فهمیدن میخواستی. بپرس هر چی که خواهی، بپرس. من با تو باور میکنم چون که میدونم که چی ها میگوید.
акнун ба ман ҷавоб биде. ту ба ин одам бовар кардӣ ё ин ки бовар накардӣ? ман дар чунин ҳолатам бибиҷон. ягона чизе ки ба ту гуфта метавонам ин аст ки ба ту ҳеҷ чизе аниқ ҷавоб дода наметавонам. агар ин тавр бошад пас ту модаратро дар бадахлоқӣ гунаҳгор гапатро мекунӣ? дониста гӯй. ҳарфатро бо эҳтиёт ба забон ор. ман нагуфтам ки ба ӯ бовар мекунам, аммо инро ба назар нагирифта наметавонам. пас бигир. ин чи аст? ин мактубҳо кайҳо боз меоянд? касе дар бадии мо аст. мирон онҳо мехоҳанд ки моро ҷанг андозанд. инро шодоғлу кардааст ва ё боз дигар душмани ҳам доре, ман намедонам. ягона чизе ки медонам, ба ғайр аз шодоғлуҳо дигар душмане надорем. ту худат ҷавобе надорӣ ва акнун ин мактубҳоро ба ман медиҳ, бибиҷон? аз ин ки шубҳа карданро бас намекунӣ. чун ба суханҳо ва далелҳои ман бовар намекунӣ, пас бирав. ба оне бовар бикун ки мехоҳӣ ман ҳаргиз пинҳон нахоҳам шуд. ҳаргиз пинҳон намешавам. пас барои чӣ ин мактубҳоро ба ман надодӣ? ман вақте ки мактуби якумро ба ту додам ба ман бовар накардӣ, ёд дорӣ? ёд дорӣ ки он вақт ман ба ту чӣ гуфта будам? то исбот накунам ки ин мактубҳоро менависад, бо онҳо дар пешат рост намеистам. онҳо таваққуф намекунанд. мирон ҳар рӯз як чизи наве ҳаст. ту боварӣ ба маро аз даст медиҳӣ. бифаҳм охир. онҳо ба мо таҳдид мекунанд, мехоҳанд ки моро шӯр андозанд. ба куҷо меравӣ? ман чизе ки медонам гуфтам. акнун маро ором гузоред. ту ҳаминтар моро ба оташ партофта рафта наметавонӣ. дар ҳамин ҷо бимону, бо мирон суҳбат кун. ман аллакай ҳама гапро гуфтам. агар бовар накунед, шуморо маҷбур намекунам. дигар ин кори ман нест. исто, сабр кун. райҳон, райҳон. исто гуфтам. ман аз ту илтиҷо кардам. барои ҳақиқат аз ту илтиҷо карда будам. агар ба ту таҳдид кунанд бигӯй. лекин ту ҳоло ҳам хомӯш будӣ. акнун наметавонӣ ки ҳамаро нахӯдӣ кунӣ ва бигӯӣ ки туро ором гузорам. то он рӯз агар хомӯш намеистодӣ, ин ҳама шояд аслан ҳам рӯй намедод. шояд ки падарам ва мирон умуман зидди ҳамдигар намебаромаданд. ҳаёти падари ман аз ҳақиқати ту муҳимтар аст. ӯ агар зинда мебуд, ман боз ба гам наметавонам. бубахш райҳон. ту чӣ тавре ки ба наздиконат арҷ мегузорӣ, ман ҳам падарамро чунин қадр мекунам. модар, кисин одам туро медонӣ? ман одами бегонаро аз куҷо мешиносам? як одаме буд. модар усма, шумо чӣ? не духтарам, ман ӯро намешиносам, аммо падарашро медонам. ӯ заргари машҳур габриел аст, ӯро ҳама мешиносад. ман аз ақл бегона мешавам. охир кисин одамон бибиям ва онҳо чӣ алоқае дорад? дар ҳар касе дар гузашта изи бибиям ҳаст. бас набуд ки ҳаёти маро хароб кард. ӯ боз ба ҳаёти дигарон низ дастдарозӣ мекунад. султон, духтарам, чӣ гап аст? ба ман бигӯй охир. ин ҳама бо дилшоҳ чӣ алоқамандӣ дорад охир? ва ин чӣ мавзӯи сари ангуштарин буд? азиза, боз чӣ кор кардааст ки мирон дар чунин ҳолат аст?
این آدم خودش کی؟ به خدا خالای شکران جوابهایی که تو میجویی در من نیستند. من جواب این قدر سوالها را در عقلم نگاه داشتن نمیتوانم، چون که عزیزه عقل مرا ربوده است. مادر، شما در چنین وضعیت مسخره میکنید. چی کار هم کنم؟ دروغ گویم؟ آنی که به این خانه هوشیار وارد می شود دیوانه شده بیرون می رود. باز اینکه کسی که در آمده است هنوز بیرون نرفته است. به این زن نگر. او بعدی به این خانه در آمدن همون طور باقی مانده است. میانش خم شده است. او حالا که 2 کوز دارد. عمرش قریب به آخر رسیده است. او را به یک کوچه در آورده و خودشان سر و گشت میکنند. مادر کفایه، تاریخ انگشتری رو میدونید، بهترش در این باره نکوبید. من یک چیز رو میدانم و این آن است که عزیزه چی فکری را در سر گرفته است، اما این نباید او را به کنج پیش کردند. تو به عزیزه نقض نگاه بکن خالای شکران. او را نه همیشه چنین دیده میتوانی. خدا خواهد که نه 1 سال بلکه تمام عمر چنین خواهد بود. سلطان، تو چه ها میگویی؟ تو احوال میران را ندیدی؟ گپهایش را نشنیدی مگر؟ نگر خالای شکران، تو در اینجا نو هستی، نمیفهمی. ما در این خانه عموما توجه را جلب نمی کنیم، چون که در این خانه از خود رفته ایم. ما هم خوب هستیم، میفهمی؟ این کهنه پرستی ماست. تو نیز عادت میکنی. در این خانه اگر روزی حادثه روی ندهد تو افسرده میشوی. من به تو مصلحت میدیم، چون شخصی که در این خانه دیوانه شده است در اینجا هرچی هم روی ندهد و یک طرف رفته نظارت کردن لازم و بعد از اسمه قهوه میپرسی. ما بسیار فکر کردیم. کی میداند که چیزی هست که ما نمیدانیم، اما عزیزه میداند. خب مایلش من نزدیکی معلوم میشود. اسمه برای ما قهوه تیار بکن. از مرا خودت میدانی. تیار بکن میبینیم. در این مکتوب ها با ما تهدید نمی کنند. کسی که اینها را ارسال کرده است احتمال با خودت مشکل داشته باشد. اما در آخر همه‌اش این به ما دخل دارد ها؟ حتی به بیبیت نیست. این چی معنا دارد؟ این رو از بیبیت پرس که این قدر سخت دوستش می‌داری. اگر به من باور نمی‌کنی شاید به او باور می‌کنی. بانو عزیزه، گذشته از نام تو نوشته شده بود، اما آینده را من خواهم نوشت. یعنی این چه خیلی به بیبی من دخل دارد؟ این رو به بیبیت فرستادم. کسی گذشته را تغییر دادن میخواهد میران، اما او من نیستم. اکنون فکر بکن. شکران را تو یافتی، اما کسی ما را به هم دیگر شور انداختن میخواست که تو را پیدا کنی میران. تو بیبیم را از من پنهان کرده بودی. به من آن آدمانی کمک رساندند که این خدشه را فرستاده بودند تا آن را پیدا کنم که تو از من پنهان میکنی. من چیکار میکنم؟ آنها چرا با من کمک رسانند وقتی که با تو دشمنی میکنند؟ فکر بکن میران، فکر بکن. ما را زیدی هم شوراندن به نفی کیست؟ لازم نه بیبی جان، اخوان حاضر لازم نه. باز در مورد شاداغلو ها سر نکن. و من دلیل ها لازمند، دلیل ها. و من آن دلیل های را نشان ده که با تو بازی میکنند و زیدی تو کار میبرند. شاداغلوها زیرکند، شاداغلوها دانایند. آنها شاید این کار را با حنیفه کردند. آدمانشان را استفاده میبرند تا معلوم نباشد که آنها این کار را میکنند. شاید آنها مهر ما را نسبت به هم دیگر پی بردند. آنها الحال که خار هست دستان خود را دراز نخواهند کرد. بیبی جان. میران، آیا آنها دخترانشان را ندزدیده بودند تا مرا نگاه دارند؟ آنها فیلیپوس را نفرستادند تا عقلت را خیره کنند؟ ها؟ هزار کدام یک آدمی را به اینجا فرستاد و او نیز جرأت پیدا کرده همه را نقل کرد. تو حقیقت را نشنیدی؟ آیا هزار وقتی که افتید به چشمانت نگاه کرده نگفته بود که تو تله کرده ای تو؟ ها؟ من مگر نگفته بودم که حجت ها را یاران قلبکی ساخته بود و ریحان به این دخل ندارد؟ تو باور نکردی. تو باز کدام دلیل ها را از من میخواهی؟ آیا زندگی ما اثبات بزرگتری نیست میران؟ به من باور بکن.
از باور کردن از من دست نکش، چون که من به تو یک بار دروغ گفته بودم و آن وقت فکر کردم که تو را از دست دادم و برای این کارم جواب دادم، اما من از این که تو را از دست دهم تیارم که تمامی عمر جواب گویم. خوب، من تو را فهمیدم، اما تو هم آخر باری به من گفته بودی که مبارزه میبری. من از برای تو شده هر روز یک مبارزه نو میبرم. تو هر دفعه مرا به مبارزه تله میدی، اما من امکان غالب آمدن ندارم، چون که همیشه چیزی را از من پنهان میکنی. بیبی جان، من چیزی را از تو پنهان نمی کنم میران، اما آیشه پنهان می کنم. وقتش آید او نقل خواهد کرد، عیناً او خواهد گفت. ریحان دخترم، چی گپ است؟ در اینجا کسی چیزی نمیگوید، تو عقلاً بگوی. میرون همش رو به شما نقل میکند بیبی جان، شما خواطر نشوید. خوب، این چی موضوع با انگشتری است؟ تو چی فکری رو در سر گرفته ای؟ تو چی باز عقل میرون رو خیره میکنی؟ کفایه، دیگر میرون رو ناراحت نکن. نمیبینی که او در کدام احوال است؟ تو از بخت میرون سخت در تشویشی؟ البته تشویش میکشم. از باعث تو ما همیشه در مشکلی قرار داریم. با توفیل تو هر روز رویدادهای نو. تو حتی نمیبینی که میرون در چه احوال است. زوری بیهوده نزن گنو. من نیت‌های تو رو فهمیدم. تو خیلی خودخواه به نظر میرسی. تو برای خوشبختی خودت حتی از بالای میرون هم پای گذاشته میروی. بلا با پسی اون که من از سر چی گذرانیدم، اما اون چی که میرون از سر گذرانی تو رو یک ذره هم تشویش نمیدهد. برای همین وانمود نکن که غم میرون رو میخوری. تو فکر میکنی که همه رو میدونی؟ فکر میکنی که این قصه انتقام تنها به تو، میرون و اویله تو تاثیر رسانده است و خلاص؟ اما این طور نیست. به ما نیز ضررش رسیده است. حالا هم عذاب میکشیم و بیشتر از همه من. خودخواهی ها؟ این خودخواهی نیست، چون که این انتقام نه تنها میرون رو از من گیرید. تو آخر از آن محو شده ای که گذشته تغییر یافته است و از باعث این عذاب و عقوبت کشیده ای. خوب، پس بیره و اونی رو تنبیه بده که گذشته رو تغییر داد، نه مرا. تنبیه میدهم. از همه آنهای میپرسم که اقلا کمی هم باشد و حیاتم دخالت دارند. میرون خوب استی؟ تو با بیبی در چی باره گپ زدید؟ ریحان، شاید پدرت حق بود وقتی گفت که شما یک دشمن دیگری دارید، بلکه این همه را یک دشمن دیگری انجام میدهد. نگر، خدشه های دیگر هم هستند. خیر، یعنی پدرت با اوستو گابریل تهدید کرده است؟ این را آنهایی کردند که خدشه را فرستادند. شاید به بیبیت هم تهدید کردند. میرون این کارو نکن. ببین بیبیت آنها رو دشمن می حسابد، اما آنها به ما کمک رسانیدند. تو به توفیل آنها بیبیت را یافتی. میدانم ریحان، میدانم.
و بیبی شکرانیز خدشه دادند تا او به بیبی عزیزه بدهد. خانم عزیزه گذشته را شما نوشته بودید. میران بیبیت با دستان خود خدشه را داده است. یعنی او گذشته را نوشته بود. استاد گابریل حق بود، او گذشته را تغییر داده است. ریحان، حتی تا صبح هم گپ زده میتوانیم، به من فرق ندارد. ما همیشه در بیخبری خواهیم زیست تا نفهمیم که این خدشه ها را کی به ما میفرستد و از سوال ها جواب یافتن نمیتوانیم که کاملا نمیفهمیم کی زندگی داریم. من باید شخصی روان کننده را پیدا کنم. حاضر رفته با بیبی هم صحبت میکنم، همه را میشنوم و حقیقت را پیدا میکنم. میران، خوب تو حق هستی، اما التجا میکنم گپای سخت نزن که بیبیت را خفه کرده توانند. او خانم عزیزه نیست. ریحان، تو نترس، من کاری را نمیکنم که بیبیم را رنجانم. اما من باید دانم که او چرا درباره خط به من چیزی نگفت. خب پسرم چی گپ است؟ این چی موضوعی با انگشترین است؟ با دلشاه چی علاقمند است؟ این خدشه رو شما با بیبی هم دادید؟ من دادم. آن را با شما کی داد بیبی جان؟ یک پسر به پشت در آمد و این خدشه رو به دستم داد. گفت که من نبیرم را خواهم دید، اما این خدشه رو به عزیز اصلا بای میدهی و به کسی نمیگویی. او همین طور گفت. من چیزی رو نفهمیدم، اما همین که نامت را شنیدم زود به تشویش در آمدم. لیکن او تخت رفت، من باشم به او رسیدن نتوانستم. او چگونه نمود داشت؟ تصویر کرده میتوانید؟ بله، این خیلی قد داشت، مویهایش اندک دراز بودند. او پسرکی خیلی خوب می نمود. او ریحان داره. ریحان تو او را در کجا دیدی؟ در همین جا؟ آنها رفتم و آدم را تو یکون چیز گفت؟ نامش رو گفت که او را دزدیدم، گفت کمک رسانم، اما دیگر چیزی گفته نتوانست. آن پسر باز یکون چیزی گفت؟ او به من گفت که من تنها تو را انتظار شوم و خلاص. پسرم، ترسیدم که اگر بگویم عزیزه با تو یگان کار میکند میفهمی. سالها درباره هستی تو با کسی چیزی گفته نمیتوانستم، اما بعد یک نفری آمده و من گفت که نبیرم به نزدم خواهد آمد. من چخیل قبول نمیکردم پسرم. اگر به من میگفتن که دستت رو بیبر، من این کارو میکردم. به عزیزه دادن خدشه کاری خیلی آسان بود. بیبی جان، من همه رو میفهمم. همه آن چیزی که شما میگویید، محبت شما به من. اما یگانه چیزی که من نمیفهمم، شما چرا این خدشه رو از من پنهان کردید؟ ترسیدم، از آن ترسیدم که به تو زیانی میرسد. میفهمی؟ میران، آنهایی که این خدشه رو فرستادن خوب میدونند که تو چقدر سالها زحمت کشیدی تا بیبیت رو پیدا کنی. در عکس حال چرا میفرستادند؟ حنیفه؟ این یک قصه الهیده بود. افاده چهره او را دیدن لازم بود. وقتی که من با او درباره تو نقل کردم، وقتی درباره نیت‌هایم نقل کردم، او کرخ شدم و فکر کردم که سکته قلب می شود. شوخی را یک طرف گذاریم، اما بسیار می‌خواستم که تو در اینجا باشی.
میدونم نه هنوز تو شادوغلو خبر اویدی با فیلیپوس نرسیده است، اما با زودی میفهمند. با فکرم همش رو میفهمند. طوری که گفته بودی فیلیپوس سری وقت پیدا شد. در واقع تو در مورد آن حادثه ناگهانی نقل کردن نمیخوای که با قصه در بیمارخانه علاقه‌مند است. خب حساب کن که نپرسیدم. و باز پگاه با خسور دوست داشته و با جمع برای ثبت کردن میمانخانه آنها میرویم. همه زیر نظارت است. نه شادوغلو در مورد خچه ها نمیدوند. من همچنین تخمین کرده بودم. خوب طبق نقشه باز چی است؟ یعنی وضعیت را باز کمی گرم میکنیم. اولی با من پیسند. میرون چیه؟ او فهمید که انگشتری را من فرمایش داده بودم. او شنید اما باور کرد یا نمیدونم. آن زمان اگر دروغ نمیگفتیم حاضر این همه روی نمیداد. شاید باور هم کرد. نه من خوب میدونم که انسان کی مجبور است که برای آدمان دوست داشتش دروغ گوید و این درد را تا به حال حس میکنم. اما چیکار هم میکنی؟ یگان سببی هست که همه عیناً چنین صورت گیرد، اما طوری که شما گفتید اگر فوراً به پیش من می آمدید شاید این دشمنی سر نمیشد. بعضا انسان خطا کرده باز هم فکر میکند که درست رفتار. درست جناب هزار، من به اینجا آمدم تا از نام پدرم بخشش پرسم. از برای خدا ببخش. تو میگویی قرض را پرداخت کرده نمیتوانم، اما مهمش پدرم را ببخشه. خیر تو چی ها میگویی؟ البته میبخشم. من استاد گابریل را دوست میداشتم. تشکر زیاد. و باز من از هیچ چیز ترسی ندارم، چون که چیزی از دست میدادگی ندارم. اما شما فرزندان دارید، من آنها را کم میدانم. ریحان و میران فرزندان خیلی خوبه. تشکر. تنها این بانو عزیزه این به من دخل ندارد، ببخشید. اما هنوز که نشانهای گذشته و پرگی نیست نشدند، راهی بازداشتن این زن را پیدا کنید، وگرنه حال هم ریحان و هم میران خیلی بد می شود. پدر، من باید با شما صحبت کنم. امروز با فیلیپوس خوردم. با فیلیپوس؟ برای چی آمد؟ با تو چی گفت؟ ریحان جزئیات وابسته به انگشتری را معین کرده است. او به من گفته بود که استاد گابریل را نیافته است، اما در اصل دیده بوده است. اما استاد گابریل زیر تهدید عزیزه به او گفته است که انگشتری را محمود اصلنبای فرمایش داده بود. پسرم، گذشته را تگرو کردن بس است. تگرو نکن. برای ها نیز بگو این کار را قطع کند. یگان حادثه بدی روی میدید. من میترسم. چی پدر؟ بین که دروغ‌های عزیز روی آب میبراید. میران نیز به آن چیز باور کردن را شروع کرد که در اصل بود. آنگاه این تشنگی انتقام قطع میگردد. روشو میسرم. من به تو پیش هم گفته بودم حتی اگر فیلیپوس نمیگفت که انگشتری را تو فرمایش داده بودی، ریحان به تو باور کرده بود. اما این میرانی سگ که او را عزیزه با زهر کلام کرده است، نه تنها فیلیپوس، حتی اگر دلشانی زنده شده بگوید باز هم شبهه خواهد کرد. خود را با امیدی آن که به میران اثبات میکنی که حق هستی به خطر نانداز. پیشتر گرفتار کردی و حالا نتیجهش را بین. خوب پدر،
خوب من رفته بینم که گل چی حال دارد. حاضر بیدار میشم. شبی خوش. با تو نیست شبی خوش. شنیده چی گفتم؟ خودت رو به خطر نانداز. یوسف برای من فیلیپوس را پیدا کن. فیلیپوس؟ پسری گابریل را؟ چی گپ است؟ یگان حادثه روی داد. امروز با هزار واخورده است. اگر فیلیپوس یگان چیزی را داند، استا قبری اگر پیش از مردنش با او یگان چیزی گفته باشد، پس من محو شدم. اما هنوز که نشانه های گذشته و پررگی نیست نشده، راهی بازداشتنی این زن را پیدا کن. وگرنه حال هم ریحان و هم میرون خیلی بد می شود. من دیوانه می شوم. من دیوانه می شوم. من هزار شدالویم. من باید با تو واخورم. در تخانه تو را انتظارم. تنها بیا. تو برای چی مراجعه زدی؟ تو میفهمی. بیا شینیم. همینطور خوب است. میخوام در مورد میران صحبت کنیم. از کجا در سرت این فکر پیدا شد که من با تو در مورد میران صحبت میکنم؟ گوش کن فرات. تو اگر به اینجا با یک زنگ تلفنی هم میایی، پس گوش میکنی و یا رویت رو میگردانی و میروی. من نه تنها از برای عائله خودم، اما برای آن که میران ضرر نبیند با تو صحبت کردن میخواهم. عزیز اسلم بای از انتقامش دست نمیکشد. میران هم دست نمیکشد. چی؟ و تو از این راضی خواهی بود همینطور؟ انسانی را که تو برادرت میخوانی قاتل میشود، حیاتی یک توده آدمان را برباد میدهد، تو باشی همین خیلی نگاه کرده میشینی؟ همینطور؟ این است برادری تو؟ میران با تو آن کاری را نخواهد کرد که تو سزاوار نیستی. هزار شدخلو. فهمیدی؟ اما اگر عزیز اسلم بای خطا کند و یا اگر میران دستش رو بیهوده خونالود کند، آنگاه چی میشود؟ آن روز اگر فرا رسد، تو آیا نخواهی گفت که من بهترش با هزار شدالو گوش میکردم، چون که آن روز فرا میرسد؟ تو اثبات کن. اثبات کن که نه تو بانو دلشاه و جناب محمد را نکشته ای. اثبات کن که به ناموس بانو دلشاه دست نرسانده ای. اثبات کرده نمیتوانی، چون که تو این گناه را صادر کرده ای. نکردم. تو صادر کرده ای. نکردم. و تو شنیدی که فیلیپوس چی گفت؟ میدانم که او به خانه‌تان آمده همه را نقل کرده است. آن انگشتری را من فرموده بودم. میدانم که میران مرا کشتن میخواهد. این من او را از پدرم نجات دادم.
اما نوابسته به آن که او نسبت دختری من مناسبتی بد کرده بود، تنها برای آن که حیاتش را نجات دهم، این من کوشیدم تا این کار به دشمنی خونی تبدیل نیابد. ها، و بعدم گفتی که میران مرا تله کرد و قصد کشتن نمود. گفتم، بله گفتم، دروغ گفتم. تا حیات دخترم را نجات دهم من باید او را از میران جدا میکردم، اما این کار به نفع دخترم میبود. بله، من کوشیدم که عزیزه اسلمبای را نه با تیر بلکه با دروغ بازدارم. به خاطر آن را به یاد آر که چه خیل ماشین میران را تیرباران کرده بودم. این ماشین را عزیزه تیرباران کرده بود، بعد گناه را به گردن ما بار کرد، چون که دل میران نرم شده بود. خودم دیدم هیچ کار نیست که عزیزه او را به خاطر آن نکند که قاتل گرداند. یگان دروغ نیست که اون نگفته باشد. میران به دروغ داده شده انتقام نمیستاند. من به تو باور نمیکنم. آیا میدونی که من حاضر در پیشم چی رو میبینم؟ تنها یک مردی را که برای حیاتش میترسد و تمام. من در تمام حیاتم به غیر از خدا از کسی خواهش نکردم، اما تو چون به من باور نداری، برو از مادرت بپرس، با او بگوی که هزار چاداغلو دیگر انتظار نخواهد شد. یک دقیقه تو چی گفتی؟ این چه معنی دارد؟ این رو به تو بگذار اوس نبگوید فرات. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlümü bir azize isterim olsun. Gözleri kara, bakışları fena, biraz da şeytan olsun. Olsun! ها دخترم، با چون نگاه های بزمیل با من میدیگری؟ باری اول میبینی مرا؟ بار اول نه مادر، روزهای آخر تو رو تست از این خیل میبینم. خیر، من با تو چی خیل؟ همیشه میگویی که دههای آتش گرفته رو از باعث پارو علنگه میگیرد. انا به مثل همون. دخترم، در این خانه چی کارهایی که روی نمیدهد؟ تو انیق در مبردی چی میپرسی؟ شما در قصر نبودید همین طور نه؟ بله، نرفته بودم. نیگر گیانو عزیزه، در این همه سال چی کارهایی که در حقی من نکرد؟ دروغ نمیگویم، از او میترسیدم و بیشتر از آن میترسم که آنها با تو کاری میکنند. من خوب میدانم که ترس چیست. اگر بار گرفتار شوی نجات یافتن دشوار است، اما من نجات یافتم. وقتی که بیاد مرا بار دیگر به تب و بدگاه جایگیر کرد. چی؟ کدام تب و بدگاه؟ شما در چی باره میگوید مادر؟ عزیزه نهایت آن کاری را کرد که گفته بود. مرا نیمی شب بیدار کرد و به بیمارخانه روحی برد. اما همه‌اش گذشت. تمام ترس و هراسی که من در درونم نگاه می داشتم به بیرون برآمد. من جایی گریز نداشتم، با همه روی بر روی آمدم. عزیز خطای کلانی صادر کرد. من با تمام ترس و هراسم کشاده شدم و اکنون نه عزیزه، نه مرگ، نه آنچه که می تواند با من روی دهد نمی ترسم. می فهمی؟ چه خیل از اونجا؟ چه خیل؟ نمیدونم. نمیدونم یا نو ایستا. مادر سرده، دیگر نمیگذارم که او با ما چنین کند. تو باز خودی همون کار را میکنی. حالا هم نفهمیدی. برای به عزیز غالب آمدن مثل او رفتار خواهی کرد. مثل او رفتار کردن چی معنا دارد؟ نگر گیانو، یک کاری هست که با یاری آن ما از عزیزه یک چیزی مهمی را گرفته میتوانیم. مثلا او به تو بعضی چیزها وعده کرده بود، برای آن که تو بعد طلاق راضی شدی. رد نکن. کردی؟ میدانم.
аммо нороҳат нашав. ман ҳеҷ чизе нахоҳам пурсид, чунки медонам ки намегӯӣ. аммо ба ту мегӯям ки чӣ кор бояд кард. ту дар пеши ӯ тавоно хоҳӣ буд, яъне боварӣ ҳосил хоҳӣ кард. беҳуда гап намезанӣ. дар воқеъ ана ба ту маслиҳати модар. агар нахоҳӣ ки аз ӯ бигирӣ, босурат бош духтарам, чунки ҳокимияти азиза ҳеҷ гоҳ дер давом нахоҳад кард. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. من تمام شب نخوابیدم. من این رو نمیفهمم. حتی این هم به ما آمده رسید. با شما میگویم که در پس این کار کسی ایستاده است. همه در همین حالت هستیم پدر. تشویش نکش، حل میکنیم. من با آدمان خبر داده بودم. نشانی آن آدم را پیدا کردند. الو؟ چی خیر؟ چی بلا زند مگر به زیر زمین رفت؟ پس پیدا کنید. چی گپ است پدر؟ او نیست. در هیچ کجا نیست. انا من هم میگویم اما شما باور نمیکنید. در پس این کار عزیزه اصلا وای میستد. عمیق این زن خیلی خطرناک است. خیلی خطرناک است. هیچ نمیفهمم چی کار میکند، چرا میکند. او با چی میخواهد نمیدانم، اما خندان حق است. این آدم را عزیزه کرا کرده میتوانست و بعد آن که کارش را انجام داد او را از بین برد. خب همه کار از دست این زن می آید. حنیفه را گناهکار کرده چرا به دست آورده میتواند نمیفهمم. پدر، همه را اگر عزیزه آتش زده باشد حنیفه را استفاده برده است تا همه کار در خودمان باقی ماند. اگر یگان نفری ما را گناهکار کند هیچ کس باور نمی کند. او پیشم این کار را میکرد، صدها بار این کار را میکرد. راستش را گویم که چیزی در پس این پنهان است، اما این عزیزه نیست. انا همین خطی کشیدم کور نشود. شما همه‌تان با آن چیزی برمیگردید که من گفتم. در پس این کار عزیزه اصلا با ایستاده است. انا میبینید. میرون، من قهوه آوردم. دستان درد را نبینم. نوشه جان. میرون نسیختی؟ خوب هستی؟ خوبم. همینطور به نظر میرسم. میرون میبرایم. با کجا؟ نمیدانم ریحان. تنها در این خانه بودن نمیخواهم. اینجا نفسم میگیرد. انسان در این خانه حتی خودش را نیز نشونیده نمیتواند. دیوارها با من فشار میآورند. مایلت میرون، من با تو باید درباره یک چیز صحبت کنم. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муносибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва
хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд. ман охир гуфта будам ки ба қаср рафта будам. дар асл ману бибият янга охир ман ба зудӣ девона мешавам. ту инро медонӣ? чӣ гуфтан мехоҳӣ? нагӯй, аз барои худо нагӯй. шумо ончеро ки бо бибиям тақсим накардед, ман дахолат кардан намехоҳам. ҷанги шумо барои ин кушк маро як зарра ҳам ташвиш намедиҳад. янга ӯ бо ман ҷанг дорад, на ман бо ӯ. ман ин навбат ба қаср нарафта будам, аз ними роҳ низ барнагашта будам. ман аз беморхонаи рӯҳӣ баргаштам ки маро бибият дар он ҷо маҳкам карда буд. янга ту чиҳо мегӯӣ? боз ин ки бори аввал нест. ӯ бо одамонаш нимишаб маро аз ҳуҷраам берун кард. вақте ки шумо ҳамаатон дар ҳуҷраҳоятон дар роҳат мехобидед, маро сараввал дар мошин шинонданд, баъд дар беморхона маҳкам карданд. кӣ медонад ки чанд муддатро дар он ҷо мегузаронидам. худоро шукр ки як одам маро шунид ва берун кард. кӣ? фират берун кашид? не як каси дигар. маълум аст ки як каси тавонотар ва боз душмани азиза. чӣ хел? ту ӯро дидӣ? кӣ буд? надидам. субҳ як табиб омад ва гуфт ки метавонад маро раҳо кунад, аммо бигзор ман ба хуштомадам салом расонам ва ҳатто агар бигӯям ки дӯст аст, азиза мефаҳмад. янга он чӣ ки ту гуфтӣ ҳамааш рост аст, ҳақиқат аст. ту ҳозир дар ин бора фикр мекунӣ ман инро барои ту нақл мекунам, чунки акнун дигар наметавонам бо бибият сар ба сар шуда наметавонам. ин тавр нест. миро ман дигар ба ин торикӣ баргашта наметавонам. аз духтарам ҷудо шуда наметавонам. хуб, касе ки туро берун кард аз куҷо донист ки туро дар беморхона маҳкам кардаанд? ба худо ман намедонам. ин ҳама он чизест ки медонам. ба худо девона мешавам. ин одам кист? кист ин одам? не, ӯ аз куҷо ҳам баро медонад? ин шояд он зане бошад ки мо намедонем, аммо агар бо табибе суҳбат кунем ки бо ман гап зада буд, шояд ба саволҳомо ҷавоб диҳад. хуб, медонӣ ки он беморхона дар куҷост? янга моро ба он ҷо бурда метавонӣ? он роҳро ҳеҷ гоҳ аз ёд намебарорам. хуб, биё меравем. агар ҳамроҳ бароем шубҳа мекунам, баъди ним соат дар ҳамон кӯча вомехӯрем. ман мебароям, шумо аз паси ман. хуб? мирон, умедворам ки ҳеҷ гуна найранге нахоҳад буд. ба зудӣ мефаҳмем, меёбем. алҳол ки онҳо ҳастанд, ту чаро дастонатро ифлос мекунӣ султон? бо фикрҳои мирон низ бозӣ бикун, то ӯ бо азиза овора шавад. ба фикри ту онҳое ки хатчаро фиристоданд ва онҳое ки янгатро халос карданд худи ҳамон одамонанд? 100% бовар дорам. райҳон, ту дар паҳлӯи янгам дар ин бора чизе нагӯӣ. хуб, ҳеҷ чиз нагӯӣ, фаҳмидӣ? не, ташвиш накаш. ниҳоят мефаҳмем ки кист ин одам. ҳар касе ҳам набошад бибиямро чашми дидан надорад. ӯро агар пайдо кунем, он гоҳ фаҳмида метавонем ки дар гузашта бедуруғ чӣ рӯй дода буд. медонам ки бовар кардан намехоҳӣ, аммо агар мо ягон душмани дигар дошта бошем, шояд ӯ модарамро кушта ва гуноҳро ба сари падарат бор кардааст. ҳамин тавр райҳон? ин магар ғайриимкон аст мирон. ба ту ҳам негуфта наметавонӣ. мо мефаҳмем
ما حتما اون حقیقت رو میفهمیم که با اون باور داریم. البته جهانم نگار، تو با من باور نمی کنی، اما من این کار رو حل کردم. در پس این کار عزیزم ایستد. جانم من حاضر. جهان گوش کن، این ملکه آیا جاسوس نبود مگر؟ ما اون وقت همین خیل میگفتیم، اما وقتی که فکر میکنی این ملکه چی دخل داره؟ او چی کاری هم کرده میتواند؟ نسخه های مخفی آشخانه شاداغلوها را میدهد؟ این طور نکن. با من نگر ما در پلوی او در هیچ بار گپ نمیزنیم. آنچه که او میداند آدمی کوچه هم میداند. پدر میرویم؟ بله میرویم. شما با کجا میروید؟ خاندان، من آخر دیروز با تو گفته بودم با مهمان خانه از چی باشد نیمی ما را اصلا بای ها اداره میکنن. میبینیم که آنها چیکار کردن. خوب روید، البته یک بار هم مرا گوش نکرده میروید. بین این رفتار رو بین گلی من آیا تو رو گوش نمیکنم؟ ها؟ گپ زن جانا، من تو رو میشنوم. تو هم مادرت رو گوش کن. بین که تو اگر زنی رو در خانه‌ات خوشبخت نکنی خانه‌ات نیز خوشبخت نخواهد بود. فهمو؟ گوش میکنم مادر جان. تو رو گوش میکنم جانا. شما تیاره؟ بله. حنیفه کیست؟ خدمتگار زنی این خانه است، یعنی انسانی است که همه رو در این خانه از همه بهتر میدونه. خب عزیزه کیست؟ خاندان، دشمنی همه آنهایی که در این خانه زندگی دارن. اکنون من اگر بجای عزیزه می بودم این خدمتگار زن رو سخت می ترساندم، خیلی سخت، و در پیشش راست می ایستادم. نگار، من تو رو نجات می دهم، می گویم که شکایت هایت رو می گیرم، اما با یک شرط می گویم. بعد این تو با من کار خواهی کرد. همه آن چیزهای رو که شنیدی، دیدی و فهمیدی با من نقل خواهی کرد. انا آنچه که با حنیفه روی داده بود، عزیزه این همه رو با او سپرده است تا اینکه جاسوس خودش بسازد. شما چی میگویید؟ من میگویم که دیر میکنیم پدر جون. بیایید من در پایین انتظار میشم. خاندان، تو خودت گفته بودی که ملکه جاسوس است. چرا عزیزه باز حنیفه رو نیز جاسوس گرداند؟ من این رو هنوز نفهمیدم، اما میدونم که حق هستم. نه جانی من، بزنی من نگرید. من به هر سخنت باور میکنم. تو حق هستی، در این کار کمچی گپی هست، اما این عزیزه نیست. فهمیدی؟ من اکنون میروم با کار مشغول میشم، اما تو تشویش نکش، من این رو حل میکنم. خب غم نخور جانی من. خیر. شما با من باور نمی کنید، اما به هر حال خواهد گفت که من حق بودم. این را بینید، با غیبت حاضر است. ما با تو نیز حسابی میکنیم اپا، با تو نیز. الو حنیفه، تو چی حال داری؟ من چقدر هم خوب بودم میتوانم، اونقدر هم نی. این چی آواز است؟ تو از من رنجیده ای؟ نمیدانم اپا، با من سخت علم کرد. تا آخر مرا در آنجا تنها گذاشتی. من تو رو نپرتافتم، مجبور بودم. اما پریشان نشو، وقتی که آن دلیل ها رو دیدم میفهمم که در پس این کی ایستاده است. ناسوخ مثال آدم را میجوید، اما او در هیچ کجا نیست. شاداغلوها در این کار دخل داشته نمیتوانند. شاید این آدمی آنها باشد. خب اگر آنها فهمیده باشند که تو خواهر من هستی، شاید میخواهند که به تو زیان رسانند. نمیدانم اپا، من تنها اون چیزی رو میدانم که از سر گذراندم. فکر کردم که هرگز از آنجا نمیبرایم. خب مایلش، بعد گپ میزنیم. زنگ زدم تا پرسم که تو چی حال داری. غم نخور، من با این کار مشغول میشم. خوب اپا. این هم کاری تو است؟
اکنون خدشه فرستادن رو بس کردی و این کار مرا ترسانده می‌کنی و یا کسی از شاداغلو و رابطه خشوتباری من و حنیفه رو فهمید و این کار کرد. آنها مرگ رو نشان دادن و باقی برگرداندن. آنها به عوضی چی تو رو بیرون کشیدن؟ مرا فراموش کردی آقا. نمیگویی اما من میفهمم که فراموش کرده بودی. هیچ گپ نی. پس من در نظر دیگران خواهم بود. بگذار. تا اینکه مرا نشناسند دقت شدم. تو در کجا بودی؟ ناتر جنگه نمیشناسد. تو را اگر در این لباس بیند فکر کردم که تنها میایی، اما کلیم بانو هم آمده است. سلام ریحان بانو. سلام خانم سلطان. خیر به کدام طرف میرویم؟ با راه مردین بیرم، در آنجا نشان میدهم. اما تو چون به من باور نداری، برو از مادرت بپرس. با او بگوی که هزار شاداغلو دیگر انتظار نخواهد شد. سلام علیکم. ای خدای من، شما در اینجا چیکار میکنید؟ ما کار داریم. این چی سوال است؟ من از تو میپرسم، تو در آن شرکتی که نیمش از ماست چیکار میکنی؟ شما چیکار میکنید؟ چی ها میگویید؟ میگویم که صاحبش برگشت. با تو کوتاه میگویم فرات جون، وقتی که عزیز اصلا بوی کوشید که مرا قاتل بسازد، ریحان را بکشد و نقشه های کلان کشیده بود، انا آنگاه او همه آن چیزهای را برگردانید که در حقیقت همه آنها به ما تعلق داشتند. هرچند این چی خیل شد من تا حال نفهمیدم، اما بله خیر فرض کردیم که عدالت فرا رسید. اکنون طوری که قبلا بود ما در اینجا اداره میکشیم و ما قرار دادیم که از حقوقهایمان چون مدیران استفاده بریم. من بعد آزاد هر روز کار خواهد کرد، فهمه؟ ما شما رو تماما فراموش کرده بودیم. همه رو زود به دست میگیریم پدر جان. تو دخالت نکن. شما در اینجا جای ندارید. شما با اداره کردن حقوق ندارید. شما با اینجا آزادانه آمده سیر و گشت کردن نمیتونید. ما از تو اجازت پرسید تا مالکیتمون رو اداره کنیم. آزاد آرام پسرم آرام. گوش کن فرات، تو حاضر میگیری؟ و همراه با شریکان قرار شورای رهبریت رو میخوانی و بعد برمیگردی و من اگر وقت داشته باشم تو رو گوش میکنم، فهمیدی؟ طبیعی است که من در رأس سرمایه گذاری هایم خواهم. گوش کن فرات، ما تنها شریکان نیستیم بلکه شریکانی کاری، فهمه؟ تنها برای آن که شما همین طور خواستید شما به کار دخالت کردن نمیتوانید، چون از آن جایی شروع میکنید که به انجام رسانده بودید. شما 10 شرکت دارید، روید و با آنها مشغول شوید. اینجا نظام خود را دارد، روید. فرات، تو چی میخوایی؟ ها؟ گوش کن شجاع، تو وقتی که با ازار چاد از پسی تو میدویدی ما الکی با این کارها مشغول بودیم. آنچه که تو نظام مینامی ما آن را ساخته ایم، فهمیدی؟ فرات، تو چی خیل میتوانی آن چیز را از خود نمایی که با تو اصلا دخل نداره؟ ها؟ تو کیسی؟ و برای اصلا بهو چی کسی هستی؟ نه من نمیپرسم چون که نه با اویله ورود شدم، نادرست نفهم، من تنها خبر ندارم. آزاد، کاری کن که با شما نباشد.
تو خودت کیستی ها؟ چرا دخالت میکنی؟ اوه من شناس میکنم. جناب هارون داماد آینده هم است. تا اکنون او را در اینجا نیز خواهی دید. خب میلش، این اتاق با من پسند آمد. میز هم خوب است. فکر میکنم که ما آن را استفاده برده میتوانیم. همینطور نیازه؟ بله، با من نیز پسند آمد. فیراد، تو برای خود جای نو میابی؟ ها؟ تلفن را با من بپسند. بیا صفر را زیر کن. الو دخترم، با ما 3 قهوه بیار. یک لحظه ایستو. داماد، تو چقدر قهوه می‌نوشی؟ میانه می‌نوشم پدر جان. خب با ما 3 قهوه میانه دخترم. ها خیلی خوب دخترم، بیا. تو هم می‌نوشی پسرم؟ ана ҳамин ҷое ки бибияд маро дар он маҳкам карда буд. янга, тамом. интор нагӯй. дӯстам, агар ҷавоб дода натавонам, ҷавоб намедиҳам. ман баъд занг мезанам. хайр? исто қат накун. озод ва ҷаҳон дар ин ҷоянд. онҳо дар он ҷо чӣ кор мекунанд? чӣ мехоҳанд? онҳо мехоҳанд ки корро сарварӣ кунанд. чӣ? мирон, чӣ воқеа шуд? бибиям ҳамаро ба онҳо додааст. вақте ки кӯшиш кард ки озод ва райҳонро бо ҳавопаймо равон кунад, онҳо ба ҷои он ки ҳаққашонро гиранду шиданд, қарор доданд ки ширкатро идора кунанд. маълум мешавад ки акнун озод сардор мешавад. хуб, бигзор бошад. чӣ? чӣ хел бошад мирон? мо ҳеҷ кор намекунем. бону азиза чӣ? агар шунавад ва кӯшиши ягон чизе гуфтан бикунад, ба ёдаш меёре ки ҳама ин чӣ хел ба амал омад. фаҳмидӣ? фират, ман ҳозир ба он ҷо омада наметавонам. бояд хат кунам. мирон, фурсати нафас кашидан наёфта бибият боз ба кӣ дард расонд? хуб янга, рафтем. шумо чӣ масхара мекунед? чӣ яъне рӯзҳо мувофиқ намеоянд? дирӯз шахсан бо ман машғул шуда буд. янга, духтур чӣ ном дошт? ба фикрам тунҷел. дар ин ҷо табибе бо номи тунҷел нест. ҳатто ягон коргарамон чунин ном надорад. ӯ шояд номи дигар дошт. чӣ гап аст? эҳтимол табобаташро ба охир нарасонидааст. касеро меҷӯяд. дирӯз маро ба ин ҷо оварда ба ҳамин ҷо дароварда буданд. ба боло бурда дар як ҳуҷраи маҳкам карданд. хонум султон, тамом. мирон, қасам мехӯрам ки рост мегӯям. дар ин ҷо чӣ гапе ҳаст? онҳо дурӯғ мегӯянд. ман ба ту ҳақиқатро гуфтам. сардухтурро ҷеғ зан. тамоми духтурунро ҷеғ бизан. ӯ дар ҳамин ҷост. ман ӯро пайдо мекунам. хел дод назанед. ба шумо кӯмак расонда наметавонам. посибонро ҷеғ мезанам. ҷеғ бизан. ҳамаро ҷеғ бизан. шояд ақли онҳо дар ҷояш аст. шумо ҳаматон дар ин ҷо девона шудаед. ба посибон хабар диҳед. хуб, посбонон лозим нестанд. мо меравем. янга, ман намеравам. рафтем. янга беравем. ту чӣ кор мекунӣ? мо дар ин ҷо дод зада наметавонем. ҳатман меёбем, аммо на ба ин тарз. рафтем. бибиҷон, дарро тақ намезанӣ. ин чӣ рафтор аст? мисле ки барои ҷонамро гирифтан омада бошӣ. ман имрӯз бори дигар бовар кардам ки чӣ андоза ҳақ будам вақте ки моликиятро ба ту надодам. ту чиҳо мегӯӣ? имрӯз озод ва ҷаҳон шодоғуло омаданд. онҳо мехоҳанд ки ҳамаро ба дасти худ гиранд. бо тамоми хонавода омаданд. ӯ писарашро дар утоқ ҷойгир кард. акнун вай сардор мешавад. чӣ хел? аз боиси ту. беодобият аз тамоми марзҳо мегузарад. фират, забонатро назорат бикун. ман танҳо ҳақиқатро мегӯям. ту агар дар оташи ғазабат силоҳи озодро намегирифтӣ
ва чиптаро баъд аз халтаи райҳон намепартофтӣ. агар дар авҷи ғазаба чунин хатоеро намекардӣ, ин ҳама рӯй намедод. танҳо ба хотири он ки бозӣ кунӣ, ба онҳо он чизеро намедодӣ ки мо гирифта будем, ин ҳама ба амал намеомад. бону азиза, ман намедонам ки шумо чӣ кор мекунед, аммо ба шумо ва Мирон ин ҳама фарқи надорад. ман ҷой ва вазифаҳоямро фаромӯш намекунам. новобаста аз он ҳимоя кардани ин оила ба кору давом медиҳам. аммо намедонам ки туро аз худат чӣ хел ҳимоя кунам. фикр кун азиза, фикр бикун. ягон илоҷе бикун алҳол ки киштӣ ғарқ нашудааст. фират, оё ҳанӯз ҳам вақт фаро нарасидааст? гулнур, ту хуб ҳастӣ? не, ту низ хуб нестӣ. мо то ба ҳаракат оғоз накунем асло хуб намешавем. ин беҳтарин ҳолати мо аст. ту чаро намефаҳмӣ? чаро мо вақте ки имконият дорем қабул бикун, ту низ тоқат надорӣ. он чизе ки ба ту, ба ман, ба модаронамон раво дидан набояд беҷазо монад. шояд ту ҳақ ҳастӣ. мирон аз роҳ берун мешавад азиза. онҳо бо ақлу бозӣ мекунанд. саравал райҳон ва шукрон. фират ҳақ аст. бо корҳо машғул шудан лозим. аммо саравал аз онҳои халос шудан лозим ки ин ҳамаро парвариш мекунанд. ту ин корро чӣ хел мекунӣ азиза? аниқтараш чӣ кор хоҳӣ кард? ту ниҳоят он корро кардӣ ки ман мегӯям. ту ҳам дидӣ, фаҳмидӣ. ман мефаҳмам гул, аммо ҳама кори худро дорад. на бибӣ, на Мирон барои он ташвиш намекашанд ки ман ғам мехӯрам. ту ҳақ ҳастӣ. вақти ягон чизро тағйир додан ҳам расид, аммо ту медонӣ. ту қарор додӣ ки амал бикунӣ, аммо ту ҷуръат надорӣ ки ҳамроҳ бо ман зидди бибиям коре бикунӣ, ҳа? гунар, ман ҳозир бояд равам. омодаам ки бо биби калон суҳбат кунам. фират, ин мавзӯъ ҳанӯз баста нашудааст. онҳо дурӯғ мегӯянд. ту барои чӣ маро берун кардӣ? шумо ҳолати онҳоро надидед? онҳо чизеро пинҳон мекунанд. бовар дорам ки дар инҷо чизе рӯй дода истодааст. не, ман наметавонам. касе маро аниқ дидааст. янгар, ором шав. мо даромада дидем. ҳеҷ касе нест. агар мебуд мо меёфтем. биё ба хона меравем. ман ором шуда наметавонам. акнун дар миён намондам. ман то ин дараҷа девона нестам. онҳо дурӯғ мегӯянд. ман инро ин тавр намегузорам. мирон, дарҳол қарор набар. ҳеҷ чизе рӯй намедиҳад янгар. кифоя аст. биё гапро дароз накун. биёед рафтем. мирон, ба мошин савор шавед. ман рост мегӯям. девона нестам. ин ҳамон ҷой аст. ман шабамро дар инҷо сипарӣ намудам, вақте ки дар беморхона маҳкам карда буданд. мо донем ки мо чизеро намеҷӯем, пас барои чӣ инҷо омадем? чаро омадем? ман инро ин тавр намегузорам, Мирон. به این هم نمیگذاریم و اگر اجازه دهید من خواهم جست. صاحب آن ماشین ما را در بیمارخانه دیده اوضاعش بیجا شد. اکنون آرامانه می رود. می بینیم که او کیست. اوه میرون، تنها از دست نده. حاجی، ماشین را تیار بکن.
میبینم که تا حال تیار نشده ای شکران. نبرم سیمای حقیقیت رو دید. فکر میکنی که خواهش دیدن سیمای بی ابرویت رو دارد؟ من با میران همه چیز رو نقل کردم. من برای چی اینقدر سال به 20 سالش نرسیدم. برای به 20 سالش رسیدن چی کارها میکنم میفهمد. برای همین بیهوده حرکت نکن عزیزه. میران چیزی در کاری رو فهمید. من و در حیات میران و در این خانه مهلت ایستادنت به آخر رسید. برای همین چیزهایت رو جمع کرده گم شده رفت. اگر کسی بپرسد میگویی که با رازگی خودم رفتم. دوستانه و خاموشانه از حیاتمان برآمده رفت تا که بسر میران دردی زیادتی نشد. برایم گپی تو مهم نیست. مرا به این خانه نبرم آورد. تنها با خواهش او میروم. نادره که برای پنهان کردن حقیقت ها از تو روی گردانده است. میران آیدی چی فکر میکند من میفهمم. سخنهای گفته نتوانسته‌اش را من به تو میگویم. اجازت نمیدهم که با حسیات او بازی کنی. عزیزه انا این است. عزیزه اصلا بای انا این است. همه چیز را از قفای میران میگویی. کارهای کردن نتوانسته‌ات را هنگامی نبودنش میکنی. وقتی که از تو حسابات بپرسد چقدر که خواهی دروغ میگویی. اما من به یگان جا نمیروم تا نبرم. نگوید نمیروم. آن روزهایی که مرا از این دروازه رانده بودی در گذشته مانده است. من نبرم را برایت قربان نمی کنم عزیزه. من بد از تو ذره نمی ترسم، لیکن تو از من می ترسی. برای همین میخواهی که بروم. تو برای یک حجره به حوالی گرفتار شده نگر. مادر عثمان زود به میرون زنگ زنید. بگوید زود بیاید. بیبیم به او ضرر میرسوند. تو کیستی که در خانه این من چنین سخنها میگویی؟ من تنها به عدالت خدا باور میکنم عزیزه. من از اینجا از گذشته آمدم. من بعد به عیان شدن حقیقت مانع نخواهی شد. چیزی رو که دانم به میران نقل میکنم. میران کمی تیزتر رون. او را از دست میدهیم. برای نفهمیدنش فاصله را نگاه میدارم ریحان. چه درد دارد میفهمیم. رفته است. ما کجا رفته است؟ تعقیب کردنم را حس کرده است. شما در درون ماشین استید. فرات رقم دولتی 47 که 799 از آن کیست پرسجو کن. از برای خدا سر نکن. پرسجو کن گفتم. مرا مجبور نکن. زود پرسجو کن. چی میگوید؟ میرون پسرم زود بیا. هر دو بیا در اینجا جنجال میکنند. زود بیا پسرم التماس. خب فهمان خاله عثمان می آیم. چی شد میرون؟ سوار شوید. زود سوار شوید. تو میگویی که تو جان نراند. بیبی جان چیکار میکنید؟ چی گفت شد گیانو؟ چی شدنش رو شما بگویید. گم شده همراه میرون برگشتید. بس از بیبی جان. آخر یک روز در این خانه آرام میگذرد. شخصی رو که نمیشود میگویم. تو به اینجا میوری باز آرامی میخوایی. یک مراتبه بخشش گوید. پسرم تو حق هستی گوید. یک مراتبه ایدار نکنید. باز چرا مشکلی ایجاد میکنه؟ بیبی گفته این زن رو از دستش گرفته آوردی، لیکن از کجا آمدنش رو فراموش کردی. حدش رو نمیدوند. حالا باشد تو بر وقت مشکلی ایجاد کرده ای عزیزه. نبرم حیات رو که نمیخواهد. کار میکنی و با آن گرفتارش میکنی.
از بس که خودت خرسند شدن نمیتوانی همین طور این خانه را با انسانهای غمگین پر کرده ای عزیزه. نمیخوای که آنها خوشبخت باشند. میران را نه برای آیله بلکه برای خودت استفاده میبری. میران اعضای این آیله است. چیزی که کردن در کار باشد میکند. بس است. اصلا باید نپرسد بیبی. تا دمی که از شما پرسان شود او را گرفتاری گرداب میکنید. حیاتی همه را محو کردید. خاله شکران حقیقت را میگویند. این بدبختی از سر شماست. به خاطر گرفتن قصاص شما ما باز چه ها را از سر گذرونیم. از دیروز میشنوم که از زبانت کندن است. قصاص قصاص. این قصاصی چیست؟ یگان چیز رو نمیدونید خاله شکران. یانول تو خب کن. خب نمیکنم. ما از قصر به اینجا میدونید برای چی آمدیم خاله شکران؟ برای گرفتن قصد ینگه دلشاه و عمک محمود آمده ایم. آنها را 1000 شاداغلو کشته است. انا برای همین هممون پریشان هستیم. با کودکا همین خیل گفتی. اگر این خیل باشد مرا با دقت گوش کنید. من 1000 شاداغلو را نمیشناسم. دختری مرا محمود اصلا بای کشت. دختری مرا محمود اصلا بای کشت. تو و پسرم شما هر دو قاتل دلشاه هستید. بیبی جان شما چه ها میگویید؟ تو چی میگویی؟ تو چی را میدانی که گپ میزنی؟ کسی از اصلا بای ها قاتل نیست. کسی جانی کسی را نگرفته است. استید تو هرگز مرا با پسرم امتحان نکن. تو چی را میدانی که این گونه گپ میزنی؟ چی را میدانی؟ تو به این خانه در آمدی. تو که دلشاه و محمود رو در یک جای دیدی. پسری من قاتل نیست. بیبی جان بس کنید. این زن با پدرت و با من قاتل گفت. پدرت به خاطر مادرت جانش را قربان کرده است. تو باشی اجازت میدهی که در حق او ناحرمتی کند. گفته هایش را قبول میکنی. گپ زن. یگان چیز بگو. گپ زن نکن. شخصی گپ میزدگی اون نیست. شما در اینجا همه میداند که در این خانه چه ها شده است. لیکن تو گپ زده نمیتوانی اسمه. برای آن که فرزند داری. تو هم میترسی برای آن که تو هم فرزند داری. راستی گپ من فرزند ندارم. او را شما کشتید. لیکن به نبیرم نباید دست رسانید. راه نمیدهم که با دروغ خواهد او را زهرآلود کنی عزیزه. برای آن که من حالا نمردم. لیکن من مردم. 28 سال پیش من مردم. آن شب در اینجا مردم. وقتی جسد آنها را به اینجا آوردم ماندن من مردم. حالا میگویی که پسری تو دخترم رو کشت. خوش پسری من کشت. به من بگو برای چی کشت؟ پسری تو را کی کشته است من نمیدانم. اما از کارهای افلاس شما درباره پسرت دختری من هم کاری تو با دروغ میران را زهرآلود کردن است. مرحمت من همین قدر است. مادام تو نمی روی وظیفه تو را از اینجا فرستادم به ذمه من می گذرد. محمود این زن را بیرون پرتایید. هرگز نرسد. بیبیم اینجا می ایستند. نمی ایستند. می ایستند. تو چخل پدرت را زود فراموش کردی ها؟ این زن که پدرت را قاتل گفت محافظت میکنی. تو را من به وای رساندم. حالا باشد تو به این زنی دروغگو باور میکنی؟ من فراموش نکردم. سخنم را گفتم. بیبیم اینجا می ایستند. بعد صحبت میکنیم. این خیل باشد همسرت و بیبیت را گرفته از این خانه رفت. پسرم التماس مرا گوش کن. معلوم است که بعضی چیزها را نمیدانی. مادرت در این خانه باره هم خوشبخت نشده است. خیلی عذاب میکشید. پدرت دائم او را میزد. در وقت حامله دار بودنش هم بس نکرده بود. آخر برای همین مادرت بر وقت تولد کرد.
فرزندم از ترس از خانه برآمده نمیتوانست. به دیه به خانه پدرش یک مرتبه آمده بود. با دخترم من پنهانی وا میخوردم پسرم. وقتی پیش از مردنش بار آخر دیدم. بس کنید بیبی جان. میران بس کنید. من خب نمیکنم میران، تو هم خب نکن. او مادری تو بود. باش که چشمان عزیزه که کلینم گفته میریزاند. باور نکن دختری مرا اصلا بایها کشتند. من هزارا نمیشناسم. دلشاه را پدرت هر روز زده کشت. بیبیت کشته است که بلد و کوبش هیچ چیز نمیگفت. شنیده کسی آوازش را نبرارد آنها نیز قاتل هستند. نه مادرم را نه پدرم بلکه 1000 شاداغلو کشته است. تمام 1000 شاداغلو کشته است. تمام. از کجا میدانی؟ من میدانم. تو بغیر از گفته های عزیز دیگر یگان چیز را نمیدانی. به حالت نگر. تو را به چه حال گرفتار کرده است؟ به دروغ هایش تو را باور کننده است. یگان کس حقیقت را نداند. تنها به او باور کنید گفته همه را میترساند. مگر دروغ است میران؟ میبید همه امون رو نترسانده است؟ گیانون را به خاطر قصاص از تو جدا کننده حیاتی او را نیز محو نکرد؟ به بیبیت بگو من با گیانون آیله دار بودم، تنها به خاطر قصاص از او جدا شده بودم. بگو تو با گانون آیله دار بودی با دختری امکت ها؟ خوش ریحان چی؟ تو چی کار کردی میران؟ بیبی جان من نمیخواهم دیگر یگان چیز رو گوش کنم. در اینجا چی گپ است؟ این زن با شما چی کارهای کرده است؟ شما چخیل به همه این راضی؟ بیبی جان شما بعضی چیزها رو نمیدونید. من همش رو به شما میفهمم. نقل نکن دخترم. از این زیادش رو دلم نمیبردارد. حالا نمیشه با دخترم. حالا لازم نیست. عیبی من است. این همه گناهی من است ریحان. گناهی من است. نبیرم رو باید در دست این زن نمیگذاشتم. جانم رو میدادم و فرزندم رو دلشاه مرا نمیبخشد. بیبی جان اسمه مرا به حجرم ببر. او را تنها نگذار دخترم. او را تنها نگذار. میران پس از آمدنمون باری هم چیزی نگفتی میران؟ یگون چیز نمیگویی؟ چی بگویم ریحان؟ چی گویم؟ مسئولی همه چیز من هستم. میدونم بین هر دو بیبیت موندی. من با کی باور کردنت رو گفته نمیتوانم میران. تو با من میگویی که بیبیت 28 سالش رو بهر یک دروغ محو نخواهد کرد. با چیزی که از تحت دل باور میکند نباید دروغ باشد. مگر اون چیزی که از تحت دل باور داری دروغ بوده میتواند؟ این با دیگر بیبیت هم دخل دارد میران. او هم 28 سال با این دروغ باور کرده با عذاب روز گذرانیده است. برای همین نسبت به مادری پدرت صبر و تحملت را نشان بده. با عقلت گوش بکن و با دل خود خلاصه برار. مگر همین طور نمی شود؟ حالا نه ریحان، من قوتی ندارم که یکون چیزی دیگر را گوش کنم. ندارم.
اگر این شب همینجا مانیم می شود؟ بیا به خانه برگردیم. بگذار آن برایمان جای باشد که از همه چیز در آن گریخته پنهان می شویم. ما برای آن مبارزه می بریم. آنجا رو نه سنگ و دیوار بلکه خانه می کنیم. غمگین یا دلگیر شویم، بر آمده نفس می کشیم، لیکن باز به خانه همان بر می گردیم. حق هستی. باز رفتیم. برای به این کار شروع کردن ما تو را داخل کردیم حنیفه. یعنی از این بر میواد که در قفای همه کار او هستم؟ بله، این را تنها ما هر دو میتونیم تا وقتش شود و او فهماند که این کار همین خیل میشود. عزیزه اصلا بای پس از این قدر حادثه ها یکی از اصلا بای ها بودنش را فهمد چیکار میکند مراغ ظاهر کردم. امروز تنها به خاطر دیدن رویش در اونجا حاضر میشوم. میشوی؟ همه در اونجا میشوند، لیکن بازی اصلی اون وقت سر شدنش را تنها ما هر دو میتونیم. حالا میخوام که یک کار بکنیم. در خانه شداغلو یک مکتوب هست، مکتوبی که از طرف دلشاد و حضرت شداغلو نوشته شده است. میخوام که آن مکتوب را پیدا کنیم زود. این چگونه مکتوب است؟ در درونش چی نوشته است؟ به نزد بیبیت نمی درویی؟ حالونی ریحان زود نمی شود. این خیلی باشد من می درویم، خود را تنها حس نکند. زود می آیم میلش. با تو چقدر می نداری بیان کنم. خیریت که تو هستی. تو هم. بیبی جان نمی آید. همین خیل نیست. می آید اما بدتر. التماس سرتان رو خم نکنید، غمگین نشوید. میرون با دروغ‌های بسیار کلان شده است. حقیقت را زود نمی شناسد. در هر موضوع برای وقت لازم است. به نزد شما آمدنش هم همین خیل است. او به نزد شما با قلبی گشاده آمده بود و باز همین خیل می آید. شما خواطر نشوید، همش خوب می شود. اینقدر سال رو انتظار شدم. تا آدمی که زنده هستم انتظار می شوم که با دلم نزدیک آید. دخترم استراحت کنید. آستینت را برزن ریحان. خوب ببینیم که میران را خوشبخت کرده میتوانم.
شاید کمی به تبسم کردن آغاز کنی. یک دو چیز تیار میکنی پسند میآید. همین طور میران را باور میکنی، آتشی درونش را خاموش میکنی. در هر لحظه جنگ کن ریحان. میران کرده های تو و آن زنی که بیبیه میگوید خوب میفهمد. وقتی پدرت را یتیم کرد در برش من بودم، بعد باز من میشوم، نه شما. میترسید همین طور؟ ترس مجبور کرد که همه این رو بگویید. ولی شما میتوانید خانم عزیزه، میران دیر یا زود حقیقت رو خواهد فهمید. ما با او میگوییم، ما و بیبیش. تا آن وقت تو و آن زن هم از این خانه گم شده میروید، از این خانه و از دل میران. بسیار میخواهید ولی امیدوار نشوید. از این خانه خانم شکران و من نمیرویم. فکر کنید که اگر میرون حقیقت رو فهمد آیا شما در اینجا مانده میتوانید یا نه؟ میرون برخیز. میرون برخیز. تو روزی دراز چیزی نخورده ای. میترسم که بیمار میشه. میرون از این برمیاد که از بیمار شدن هم میترسی. بله من بیمار تو هستم. میرون برخیز. از دیدن روحی زیبایی تو سیر نمیشم. باید صحبت کنم همه چیز میگذرم. میرون از تماشای چشمان زیبایی تو سیر نمیشم. من از تو سیر نمیشم ریحان. با تو صحبت کنم همش میگذرد. تو برایم خوراک تیار کردی؟ تمام روز یگان چیز نخوردی. تو اینقدر عجایب هستی. یعنی چی خیل؟ پس از اینقدر غم و غصه دائما میخندی. برای فراموش کناندن غمهایم کوشش میکنی. من بر این شخص را نوابسته از بدیهایی کردم. لحظه ای از محبتت دور نمیسازی. از دوست داشتن لحظه دست نمیکشی. چقدر که رنجی هم این خیلی زیبا نگاه کردن را بس نمیکنی. درون تو هم زمستان است، اما ظاهرا بهار هستی. اما از این خیلی زیبا نگاه کردن هیچگاه دست نکش.
اگر خوراکت را خوری نگاه میکنم. خب واه تو چی ها تیار کردی؟ خوش تیار کردم. بخوریش لیمون نجفیدم برای اون که تو چقدر میخواهی نمیدونم. حیات من پیش از تو با مانند همین خوریش بود. نمک کفایه است. پس از تو مزه و نمکش علاوه شد. فهمو به فکرم تو رومئو شده خوراکم نمیخوری. باز تو رو با تمام دلم دوست داشتم. اگر تو اینقدر با من مشغول شوی من سیاحت می شوم. تنها خوبتر می شوی. انسان عادت می کند. من به تو عادت کردم ریحان. بیهوده کوشش نکن، دایمو تیار نمی کنم. این را ببین. میرون؟ چی میرون؟ خوراک میدهم گفتم را گروسنه نگاه میداری. البته خوراکت با مزه است. فهمو تو خوردنی نیستی. میبرن تو که نریزد. با کجا؟ آخر در جای خوب بودیم. در جای خوبی خوراک بودیم. میرون آنها را گذاشته به نزدم بیا. نمیایم. نمیروم. خوب سرده مر. بمان من خود میبرم. اینقدر زحمت کشیدی اقلا من ببرم. خاله اسمه با من دی. به این همان با پایان میفرویم. بخیر است؟ چی شد؟ فشارش بلند شده است. مرا نیز ترسان. اما خاطر نشو. خوب است. دارو دادم. با بیمارخانه ببرم؟ نه به این هم نخواست. حالا دم میگیرد. در حقیقت این خیل میشود. پیر میشوه میرون. با گذشت روزها جوان نمیشوه میرون. این خیل نمیشود. باید با بیمارخانه ببریم. نه پسرم این خیل نکن. باز اگر با تو گفتنم رو فهمد با من غضب میکند. رو تو خاطر نشو. رو پسرم. شبی خوش. شبی خوش. میرون یکون چیز روی داد؟ ندانم. معده‌ام درد میکند ریحان. گویا که خوراکی قد
بانوی را خورده باشم که کاری آشخانه را نمیداند. تقدیرم همین است. چیکار کنم؟ خدایا توبه، شوهر من شوخی هم میکرده است. خوب استی؟ به آشخانه رفته آمدی و دیگر شدی. ریحان، اگر تو در برم باشی من دائما خوب هستم. خوش، فکر نکن، خواب کن. امروز خیلی هم وزنین و دور و دراز شد. برایت خیلی دشوار بود. خالای عثمان، این پای افضال بیبی هم است؟ برای چی نزد دروازه میگذاری؟
بیبی جان 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 فکر کردم بندگی کرده نمردم فرزندم خوابی بد دیدم بیبی جان خواب دیدم که شما وفات کرده اید خانه عظما پای افزانتان را در نزد دروازه گذاشته است گریه دارم من مرگ شما را دیدم اما در بالای سرتان بودم نگاه میکردم این طرف دویده آمدم اینجا در آمده دیدم که روی مالتان را ته کرده بالای کرسی مانده در بالایش انگشترین اصلا بای ایستاده بود تسبیحتان را به دست گیرید بیبی جان شکرانه میکنم یگون روز ما هر دو میمیریم پسرم اما من دائما در دل تو میستم بیبی جان من نمیخواهم که مرگ شما را ببینم انسان ها میمیرن پسرم حالا بسیار مرگ را میبینی من هم دیدم
فکر میکنی که تو هم میمیری. نمیمیری. تو نباید بمیری. تو بی‌بی‌ات رو سخت دوست می‌داری میران. اگر ما هزار دلیل بیاریم هم رشته‌ات رو از کندن نمی‌توانی. من چیکار کنم خدایا به من راه نشان ده. صبح بخیر. صبح بخیر. چرا این خیلی نگاه میکنی؟ چی شد؟ برای یکون چیز غمگین شدی؟ نه غمگین نیستم، همش خوب است. تو رو چی گریانده است؟ بگو. من؟ ما از این جایگاه باری هم غمگین بیدار نشده ایم. ریحان، اول تو. من گریه کردم چون که خوابی بد دیدم. بی‌بی‌ات تو رو از من جدا میکرد. پیش دلم رو میشنوی؟ میشنوم. تا خاتمه یافتن این صدا تو را کسی از من نخواهد گرفت. تو هم. اکنون خنده کن تا آفتاب برآید. این جای رو ببین. اگر گربه کودکش را گم کند پیدا نخواهد کرد. هم به ترتیب و هم افلاس است. باز این را زن گفته میگیرند. خدا خواهد. در خانه شادابلو یک مکتوب است. مکتوبی که از طرف دلشو و هزار شادابلو نوشته شده است. میخوام که آن مکتوب را پیدا کنیم. این کجاست؟ در کجا پنهان کردی یاران؟
این مکتوب با همه چیز خاتمه میبخشد. فهمو اکنون تو نبیا. خنک میخوری؟ خانه دارم. خنک نمیخورم، خوب هستم. دیر نمیکنم، خواطر نشو. کارم بسیار نیست. کمی به کار بی‌پروا شدم، فهمیدی؟ بعد چند ساعت برمیگردم. فهمم. در کجایی که نباشی فراموش نکن که من تو را دوست می‌دارم. من هم تو را سخت دوست می‌دارم. دوستت می‌دارم. شوهر را به کار گسیل کردن زن اینقدر خوب بوده است. گویا که باری اول گسیل می‌کرده باشم. راستیگه دائما باری اول بر این حس میکنم. یکان خواهش داری؟ بیرو شوهر جان، بر وقت رفته بر وقت بیا. مکتوب رو یافتی؟ یافتم. این را با من به دیگر کس میدی؟ با کی میدهم؟ بگویی هزار چاداغلو دیگر این انتظار نخواهد شد. یک دقیقه تو چی گفتی؟ این چی گفتن است؟ این رو رفته از عثمان بپرس فرد. با خیال فرا رفته ای. از آن رقمی پرسیدم، یکان خبری هست؟ ادوکات همون پرسجو میکرد، شاید زنگ بزند. این رقم چی گپ است میرون؟ با من نمیگویی؟ بعد نقل میکنم. ببین بدهای تو مرا به کدام حال گرفتار کرده است. گویا که بیگانه باشی. کی به من کارهایش را نقل میکنی؟ ای بچه به این هم میدانی از شنیده و دیده ارد زیاد نیست. درست. اگر تو را من همینقدر شناسم آن زیادتر است. تو آن انسانی نیستی که اینقدر گپ و کار شود و آرام شوی. تو آن انسان نیستی. نشی. این چی گفتنی گپ است؟ بعضی چیزها به سرم جای نمیشه. تیرباران کردن ماشین، سوختار هر نمود بازی هایی که مادر عزیزه ساخته اند. انسان هایی هستند که ما هر دو نمیشناسیم، از گذشته بر آمده می آید. همه کار خطایی های مادر عزیزه را نشان می دهد. برای همین چیزی را که دانی و فهمیده باشی با من هم نقل کنی، همراه از پسی کار شویم. بعد در این خصوص صحبت میکنیم. تو کار شاداغلو ها رو نقل کن. آنها چیکار کردن؟ طریق تلفن نقل کردن. آمدم مهمانخانه را مصادره کردم. با سبب های بازی های مادر عزیزه تا زیر فوکمان آمدم. چی کار میکنیم؟ در حقیقت آزاد در اینجا کار میکنم. چی کار هم میکردیم؟ شوهری علیف است، مجبور طاقت کنیم. میرم لیکن جناب فرد این رو از بکت فرستاد. آیده رقمی پرسجو کرده تون است. بده با من ده.
چه می شود؟ چه خیلی هم از آنی اصلا باید است؟ از پس کارت شد. من میرم. چی گپ شد میران؟ میران الو ادوکات، آن رقمی پرتجو کردت از آن اسلامبای ها بوده است. همین را فهمیدی؟ خب این را کی استفاده میبرد؟ زود به من خبر ده. با هزار صحبت کردی؟ صحبت کردم. اگر مرا ظاهر کرده باشید گفته های پدرم را به اون نگفتم. تو چرا میدانی؟ گابریل چرا نقل کرد؟ چیزی را که داند همش را نقل کرد. خب این خیلی باشه چرا به هزار نقل نکردی ها؟ برای گرفتن انگشتری آمدی؟ من برای عملی کردن وصیت پدرم آمدم. اگر نقل کرده شون را میگفتن آن را نیز میگفتن، لیکن خواهش نکردم. اگر من خب کنم هم یگان روز پسرت حقیقت را میفهمم. تو برای کرده در دوزخ میسوزی، لیکن از آن پیشتر در این دنیا میسوزی. نسو چی شدنی من دردی تو نیست. حق استی. درد من نیست، درد توست. در کتف توست. میدانی چرا میپرسم؟ اینقدر صبح، اینقدر شب چی خیل خواب کردی؟ چی خیل وجدانت را آرام کردی؟ من برای دانستنم جانم درد میکنه. تو چی خیل به بدی کرده طاقت میکنی؟ خوش آمدی نسو. این در اینجا چیکار میکند؟ نیران میکنی گابریل؟ نسو بشین اول دخترک را گوش کن. مادام آمدی او گوش کن. برای او جه زدنت را میدانستم نمی آمدم. نسو این خیل نکن. این دختر عروس هزار است. با هم جنجال کردم. گناه است. ظلم میکنی. اول بشین گوش کن. اگر رفتنی باشه به این هم میروی. گوش کردن ضرر ندارد. دخترم نقل کن. نقل کن. شر نکن. آقای ناسوخ به من کمک کنید التماس. من وقتی که اوستا گابریل نقل کن چیزی گفتنی باشه زود بگو، وقت ندارم. دلشاه را اصلا بایها به خواستگاری آمدن. مادرش نه گفته است، اما او مانع شده نمیتواند. اگر با خوبی نشود با زوری میگیرن. نسو تو به هزار پس از خدمتی وطن را تمام کردن تویت را میکنم گفته ای. وضعیت چنین است. حالا دلشاه وقتی از خدمت آمدنی هزار را ندارد، وقت ندارد. تو آخر یگان کاری کن. من چیکار میکنم؟ چیکار میکنی؟ هزار پسر توست. این دختر کلیم تو میشود. آمده از تو یاری طلب میکنه. و خانهت میبری. وقتی پسرت آمد توی میکنی. انسانی نسلش نامعین را چخیل به خانه هم برم. اگر مرا ظاهر کرده باشه مرحمت به خاطر پسرت بگیر. گفته هایت را میشنوی نسو. این چگونه مکالمه ای ناجا؟ من همین را مناسب دیدم. مادام خواستگاری بای آمده است، نه زود دوی درو. هزار به تو یار نخواهد شد. به این هم از خدمت برگردد تو را فراموش میکند. من برای پسرم کلینی بانفوز را میگیرم. فهمیدی؟ تو
میفهم دانستهایت را با خود نگاه میداری گابریل. اگر از یگان کس شنوم به جوابگری میکشم. باری دیگر هرگز به چنین چیز دست نزن. خب مادام که میدونی پدرت بر این فراموش کن. اگر گپ زنی به خیر نخواهد شد. اگر گویی هم نه دلشاه و نه گابریل در حیات است با کسی اثبات نمیتوانی کرد. خواب میکنم، اما فکر نکن برای از تو ترسیدن خواب کردم. به خاطر پرزور نشدنی دردی نزدیکان زنی مرد خاموش میستم. تو انسانی بد هستی نسو شداغلو، آدمی بد که حتی به فرزند خود رحم نکرد. اگر این خیل نمی بودی چون این پستی را هضم نمی کردی. از حد نگذر جوان. نه من، تو از حد می گذرانی. از حد بسیار گذرانده. من به کسی نقل نمی کنم، اما حقیقت دائما فاش می شود. اگر فاش نشده باشد پس وقتش نامده است. تو حالا چی کار را می دونی؟ رفته در کاشانه بزرگت بشین، روز عیان شدن حقیقت را منتظر شو. فکر می کنم بسیار انتظار نخواهی شد. با این گفته های جواب می گویی ایستان نشو. فیلیپوس، تو مرا تهدید کردی. مرا، آقای نسو را. همین خیل نسو شاداغلو، از این برمیاد که در این کار نیز دست شما هست. هزار شاداغلو، برا و بیرون برا میگویم. جواب میگویی. تو از چهارچوبه بیرون برآمدی. خاندان آهسته از این پایان فرا. چی شد؟ چرا داد میزنی؟ چی گپ است؟ تو چگونه انسان هستی؟ تو چقدر بی‌ناموس هستی؟ مغزی سرت را با کدام دروغ ها پر کرده به نزد من فرستاد؟ بغیر از تو دیگر دروغگویی نیست هزار شاداغلو. با چشمانی خودم دیدم پدرت با فیلیپوس صحبت میکرد. با فیلیپوس؟ با فیلیپوس، پسری استا گابریل فیلیپوس. چی شد؟ به حیرت افتادی؟ با دروغ و تهدید خواهشتان را به دست میآورید، خود را سفید میکنید. همین خیل است. آن مرد را چی گفته تهدید کردید؟ برای برگشته گرفتن سخنش به او چی کار کرده؟ با من نگاه کن. با من تو از حد گذراندی. کاسه صبرم رو لبریز نکن. جهان نه برایم چی میشود؟ تو کی را تهدید میکنی؟ تو را تهدید میکنم. چی میشود؟ چه کار میکنی؟ تو چی کار میکنی؟ ایستا. ایستا میگویم. برای خدا ایستا میگویم. میران سرت و دلت را با دروغ ها پر کردند که به حقیقت جای نمانده است. با چشمانم دیدم میگویم. چشمانم کفایه است. هزار شاداغلو کفایه است. چی کاری میخواهی بکن، چیزی میخواهی بگو، کی را با چیزی تهدید میکنی بکن، لیکن حقیقت را عوض نخواهی کرد. گذشته را عوض نخواهی کرد.
مادرم را داغدار نخواهی کرد. برای آن که من به این اجازت نمیدهم. فهمیدی؟ اجازت نمیدهم. گوش کن، چی را دیدی نمیدونم. پدرم با فیلیپوس برای چی واخوردن و آیده چی صحبت کردن هیچ چیز را نمیدونم. تنها یک چیز را میدونم، من نه برای عوض کردن گذشته کوشش کردم و نه به خاطر مادرت ناحرمتی کردم. حالا از اینجا رفت، به چیزی که میخوای به همان باور کن. من از اینجا میروم. تو میدانی که من حقیقت را میگویم. از پدرت پرسان شو هزار شاد اغلو، از پدرت پرسان شو. لیکن پرسیدن نمیتوانی. همین خیل نیست؟ برای آن که انسان چیزی دانسته‌اش را نمیپرسد. آقا فیلیپوس؟ حالا ایست جهان. جهان این فیلیپوس کیست؟ نمیدونم. شما هم دیگر رو بفرد، من خبر مهم رو میگویم. مکتوب نیست. مکتوب کجاست؟ حنیفه اویستا آخیر حنیفه تو رو میکشم. مکتوب کجاست؟ میدانم که تو گرفته ای. هرگز این کار نکن. ها، مکتوب را من گرفتم. چی کار میکنی؟ میکشی یاران؟ در کجا پنهان کردی حنیفه؟ مکتوب کجاست؟ گوش کن، مرا دیوانه نکرده. برار آن مکتوب کجاست؟ نعمتی که تو را اینقدر دیوانه کرده است همچون هدیه خدا میدانم یاران. به خدا امیدوار نشو، نمیدهم. گوش کن، تو را میکشم حنیفه. گردنت را میبرم. فهمیدی؟ تو به چی باور میکنی؟ با مکتوب؟ ما باید فهمد که مکتوب پنهان کرده قریب حیاتی جناب هزار را میگرفت. با تو چی میشود میدانی؟ آن هارونه که نمیخواهی با ایلیس ازدواج نخواهی کرد. کی میداند با تو چی کارها میکنند؟ کی میداند؟ نمیتوانی. تو را میکشم. فهمیدی؟ در حقیقت کرده میتوانی. مثلا من کاری که کرده نمیتوانم میکنم نمیگویم، اما میکنم بگویم میکنم. دست نمیکشم. زردک چی کاری میخواهی بکن؟ چیزی میخواهی بگو. کی را با چیزی تهدید بکنی بکن، لیکن حقیقت را عوض نخواهی کرد. گذشته را عوض نخواهی کرد. من به این اجازت نمیدهم. فهمیدی؟ اجازت نمیدهم. رایحان بخیر است؟ به کجا می روی؟ بیبیت رو به نزد مادرت میبرم. از این پیشتر باری هم به سر منزل مادرت نرفته است. بیبیت قبر دخترش رو هم پنهان کرده است. اجازت نداده است که به او بگویند. بیبی جان. میرم. حساب و کتابت با بیبیت انتظار می شود.
ҳоло модар бузургатро ба назди модарат бубар. ҳоло аз ин ягон кори муҳимтарин нест. майлаш, ту ҳам биё. не, шумо бояд дар он ҷо танҳо бошед. бибӣ ва набера бо модар дарду ҳасрат кунед. ҳасрати бузурги шумо ӯ аст. танҳо бошед. бибиҷон, меравем. шуморо ба назди духтаратон мебарам. мирон, бигзор ҳар чӣ ки хоҳад бигӯяд. ҳатто агар туро ғамгин кунад ҳам ӯро монеа нашав. вале хоҳиш дорам дар бараш бош. агар аз ғам девона шуданӣ шаваду бӯи духтарашро ҳис карданӣ шавад, бигзор туро ба оғӯш гирад. خیلیت که تو هستی ریحان. تو رفته میره جان. دلشاه من نه به تو و نه به امانتت صاحب شدم. من ندانستم. آمده نتوانستم. خسته شدم. مرا بسیار خسته کردن. دلم مانده شده است. مرا بیناموس میگوید. دروغگو میگوید. تهمتگر میگویند. گویا که من قاتل هستم. نمیدانم. من چه خیل به تو ضرر میرسانم. درونم رو نمیدانم. من تو را سخت بدنام شدم. تو هرگز خواطر نشو. من به میران ذره ضرر نمیرسونم. با فرزند تو بیرحمی نخواهم کرد. به این دشمنی خاتمه میبخشم. کین و خزبی در دل میران بود رو نیست میکنم. اصلا به واسطه تو میکنم. تو خود پسرت را از این معما خلاص میکنی. میدانی با تو بسیار مانند میکنم. وقتی غمگین شود میجهش به لرزه میآید. من میمیرم. کاش که بجای تو من میمردم.
کاش که به جای تو من میبردم. بیاید بیبی جان. احتیاط باشید. دخترم در اینجا خوب میکند. در همینجا بیبی جان. در همینجا خواب میکنم. احتیاط باشید. رسیدیم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ میران چی گپ است؟ به خود گور کردی. باز در اینجا راحت نمیگذاری. تو چی میخواهی نابکار؟ باز چی میخواهی؟ چی میخواهی بگویم؟ بس است. مادرت را من در خاک گور نکردم. حتی به تاری مویش ضرر نرساندم. ایران این شخص کیست؟ حالا اینجا با چی این گپ دروغ است؟ باید دفع شده میروی. نمیخواهم که باری دیگر تو رو در سر قبری مادرم ببینم. فهمیدی؟ نمیخواهم. تو از حد میگذرونی. حدت را بدان و با من درست معامله کن. اقلا در بالای سر مدار مادرت این کار را نکن. چی؟ من از تو میپرسم. من از تو میپرسیدم. بازی نیست. شاید همدیگر را حرمت نمی کنید. اقلا مرده ها را حرمت کنید. میران شما کی بودن این شخص رو میدونید؟ این شخص مرا بی پدر و مادر گذاشت. انا همین هزار شاداغلو است. انا همین است. هزار شاداغلو. قاتلی پدرم مادرم. من قاتل نیستم. بگیر میران نکن پسرم. تو باور نمیکنی، لیکن بغیر این من از مرگ برگشتم. مکتوبی که مادرت با دستان خود به من این را نوشته است. بگیر. اگر دل داشته باشی بخواه. مکتوب فرستادت رو خوندم. هزارها مراتب خوندم. خدا از تو راضی باشد. از اینجا خلاص شده برای حیاتی نو برپا کردن بغیر از تو باز است که یاری طلب کنم ندانستم. مرا رد نکردی. نیکیت را برگرداندن نمیتوانم. این جمعه سحر تو را منتظر میشوم. لیشان